مالک بای شما مو عبدالرؤف نامه در کدام روز تسلیم شدین؟ در روز دوشنبه. چند شب نگاه کردی؟ یک شب. ساعت چند بجه آورد برتون؟ ساعت 1:30 بجه بالا آورد. کی آورد را؟ پلای آمد. پلای تو عبدالرؤف بایی آوردی؟ بله. چند نفر بودن؟ 4. خب کی و کی بود؟ ما بودیم یک 2 نفر دیگه. کی و کی؟ ما بودیم حنان بود. خب یکی 2 نفر دیگه. در کدام موتر آوردک؟ کرولای سفید. خب موتر چه رقم بود پلای؟ کرولای سفید. در کجای موتر بار بود بچگک؟ تول بکس. خب کی تا کرد سول بکس؟ میگه پلای ما کلفه ها کردیم. خب پلای از کجای موتر بچگک تا کردی؟ تول بکس. تول بکس چی بود موتر؟ کرولا. خب بعد از او تو امی بچگک به کی تسلیم کردی؟ امیره گفتم کی میبره بچه را بلی از خدا گفت سید کریم آقا. خب پلای تو دایی گفته بودی که سید کریم میبره؟ بله. گفته بودی که به سید کریم تسلیم کو؟ بله. از پیش تو بس کی برد؟ سید کریم آقا. خب چند نفر آمده برد؟ 4 نفر. کی و کی بود نفرها؟ یک شاولی خامد یک سید کریم آقا. دو تا دیگه شما نشناخت. خب دو تا دیگه نشناختی؟ نشناخت. خب یک فولدر. یکی شوالی بود؟ دیگهش؟ سید کریم آقا. خب پلای امو رقم بود؟ بله. خب دو تا دیگهش کی بود؟ ما آمدیم از پیش شما نشناخت. خب تو نبودی در بردن؟ در بردن ما نبودیم، ما خونجا ایستاد نشدیم، ما برآمدیم. جناب پلای تو چند روز پیش از آوردن امی بچگک کت سید کریم در تماس بودی؟ 5 روز پیش. 5 روز پیش در تماس بودی؟ 5 روز پیش سید کریم در جریان مانده بودی؟ خب بعد از او دمی مالک بای چی گفته بودی؟ کی میبره گفته بودی؟ مالک بای چی با سید کریم؟ در مالک بای چی گفته بودی؟ سید کریم آقا. سید کریم میبره گفتی؟ مالک بای سید کریم میشناسه؟ چطور نمیشناسه؟ بیاد. دایی گفته بودی که در سید کریم تسلیم کو؟ امپریش از دایی گفته بودی که در سید کریم تسلیم کو؟